یعنی این که چطور گانمون رو گلد و دایموند کنیم. اول میایم تو بخش مولتی که ببینیم کدوم گانمون گلد هست یا نیست. الان مثلا من اسکین بتل پس این یوزیناین رو گرفتم و میخوام گلدش کنم و دایموندش کنم. اول اینجا گفته که 400 تا کیل معمولی بگیرید، همینجوری 400 نفر رو بزنید با گان. دومی گفته 75 نفر رو هیپ فایر یعنی بدون اسکوپ بزنید. و سومی گفته که شما 45 نفر رو لانگ شات کنید، یعنی 45 نفر رو از راه دور بزنید. و چهارمی گفته شما باید 200 تا کیل و 5 تا اتیچمنت با این گام بگیرید. و پنجمی گفته که شما باید 80 تا کیل هدشات بزنید. و آخری هم که گفته 60 تا کیل بدون اتیچمنت بزنید. ولی اگر بخوایم دایموندش کنیم باید بریم اینجا دایموندش اول باید گلدش کنیم که تا دایموند شد. الان میرم سراغ یکی از SMG هم که گلد هستش که بهتون بگم چجوری دایموند. خب الان این گان من گلد هستش. SMG دستش باید 120 دور گفته که برید 120 دور استارت کنید 120 مچ و در هر مچ 10 تا کیل بزنید و گانتون دایموند میشه. ولی اگر گانتون